الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. ما يفسد الصوم. این باب در بیان مفسدات صوم، یعنی چیزهایی که روزه را خب فاسد میکنه، روزه را میشکند. الشیخ قدری رحمه الله میفرمایند و من جامع آدمیا حیا. خب اگر کسی که جماع کند آدم را، یعنی مثلا حیوان نه، یعنی انسان آدم را، حیا که در حالی که زنده باشد، عامدن قصدن، یعنی میداند که روزه است، روزانه در ماه رمضان خب جماع میکند، فی احد السبیلین، در یک از دو راه، یعنی یا در پیش یا در عقب. معلوم است در عقب کردن این حرام است، اما خب فقها مسئله فقهی میارند. مقصد در عقب شما اگر کند انزل اولا، فرق ندارد، یعنی انزال منی شود یا نشود، مقصد منی ببراید نبراید، خب او اکل، یا که بینوشد، عفوا بخور، یکم چیز خورد، او شرب ما یتغذى به، یعنی خورد نوشید اون چیزی که او در اصل غذا میتید انسان، مثلا طعام، آب و شراب، همین چیزها. او یتداوى به، یا که یک چیز استفاده برد، این دوا، یعنی مقصد یک دوا را در روز رمضان مثلا دارو خورد، فعليه القضاء والكفاره، در همه صورت ها بر اون هم قضا است هم کفارت. برای چی کفارت است؟ لکمال جنایتی بقضاء شهوت الفرج او البطن، چون که میگه اینجا جنایت کامل است، جنایت پرره انجام یافت بس خاطری برآوردن شهوت همون فرج یا که شهوت بطن، شکم. یعنی شهوت فرج چی است؟ همون جماع، و شهوت شکم یعنی خوردن یا آشامیدن. به خاطر همین جنایت که پرره شد، کفارت هم چی می شود؟ پرره می شود. اگر دیدتون باشد در بالا در درسی قبلی گفته بودیم که خب وجوب کفارت گفتیم بس انمون با کامل بودن جنایت است. اگر جنایت ناقص باشد گفتیم که شبهه که هست، برای همین کفارت نیست. اما اینجا جنایت خب آشکار است، پرره است، به همین علت کفارت اینجا حتمی واجب است. خب فعليه الكفاره میگه، فعليه القضاء والكفاره، هم قضا میاد این روزا هم کفارت میتید، مثل کفاره الظهار، مثل کفاره ظهار، و ستاتي في بابه، میگه ان شاء الله در باب ظهار مسئله کفارش میاد. خب معلوم همون آزاد کردن یک غلام، خب اون غلام مسلمان باشد یا کافر باشد فرق ندارد، اگر زورش نشد بعد خب 60 مسکین طعام میتید، اگر 60 مسکین طعام دادن تونست بعد 60 روزه میگیرد. خلاصه همین چیز خدا روزه 60 روزه پای در پای. خب ان شاء الله در باب ظهار بعد میاد میگه. خب و من جامع، خب این مسئله که گفتیم سه چیزی که روزه را یعنی هم روزه میشکند هم کفاره دارد. خب نوشیدن، خب آشامیدن، نوشیدن یا خوردن یا جماع کردن در روز رمضان، یعنی در ماه رمضان، در روز، در نهار، قصدن دانسته کار کند، بر اون هم قضا هم کفارت. اما میگه و من جامع فيما دون الفرج، اگر یکم کس جماع کرد در ما دون الفرج، یعنی که در غیر فرج، یعنی در پیش زن جماع نکرد، که تفخیدی، مثلا مثل تفخیز گفته ران، و همون ران زن کرد، و تبطینی یا که در بطن در شکم زن کرد، و قبلتین یا که بوسه کرد زنش، و لمسین یا که مولید بدن زنش، او جامع میتتن یا که یک خود مرده را جماع کرد، والعیاذ بالله مردگی را، انسان مردگی را جماع کرد، او بهیمتین یا که یکم حیوان را والعیاذ بالله جماع کرد، فانزل، در همین صورت ها اگر منی نازل شد، فعليه القضاء، بر اون چی است؟ قضا است فقط، این کفارت نیست، ولا کفارت علیه، کفارت ندارد. برای چی؟ لوجود معنی الجماع، چون که معنا، یعنی معنی جماع که همون انزال است، نزول شدن است، با سبب با شهوت همین چیز موجود هست، برای همین کفاره واجب نیست، لیکن قضا بر اون هست. خب مثال با وجود میاد که چرا خب جماع کردن در زنده خب کفارت است و در مرده کفارت نیست، چون که میگه کفاره بگیم تعلقات دارد بر جماع که اگر همون برای یک جنایتی که جنایت گفتیم کامل باشد، و جنایت کامل نمیشد مگر اگر همون شهوت برآورده شد در محلی که در اون محلی که اونجا اشتها برده میشد، یعنی که بگیم شهوتش برآورده میشد. در مرده محل شهوت وجود ندارد،
ولی از بالله مبادا اگر اون زنی مرده را جیما کرد، اون مرده است، یعنی محل شهوت اونجا وجود ندارد، یعنی اون شهوتش نمیخیزد، زنه شهوتش مثلا برانگیخته نمیشود. و همین علت خود اگر انسان مرده را جیما کرد کفارت نیست که قضا است. معلوم است که حرام است، گناه است، لیکن مبادا خوب فقه است، علماء بعضی مثالا را میارن، برای همین فقط قضا است. به همین علت در مرده کفارت نیست. بخاطر گفتیم به علتی که جنایت در کفاره باید جنایت کامل باشد، اما در اینجا جنایت ناقص است، چون که محل جنایت همین گفتیم باید شهوتش برآورده شود، اما شهوت در محل برآورده میشود که اون محل یعنی زنده باشد انسان، اونجا مرده است. طيب خب حالا کفارت علیه گفتیم کفارت نیست لانعدام صورته، چون که صورت همون جماع اینجا موجود نیست. طيب وليس في افساد صوم في غیر رمضان کفاره، میگه در فاسد کردن روزه، اگر روزه را بشکنند که در غیر رمضان، روزه قضایی، روزه نفلی، دیگر روزه ها، روزه مثلا نظر، کفارت وجود ندارد. یعنی کفارت فقط در مسئله ماه رمضان است، تمام. خب یک چیز دیگر را فراموش نکنیم که اگر مبادا در ماه رمضان مثلا یک بار روزش شکست، اگر همون یک کفارت است، دو بار و سه و چند بار هم که شکست، فقط یک کفارت وجود دارد. در همین یک ماه یک کفارت است. مثلا امروز روزه را قصدن خورد، خب کفارت واجب می شود. باز هفته اینکه با قصدن خورد، دیگه دو کفارت و سه کفارت نیست، یک کفارت است در همین عمومی ماه. و همین کفارت هم فقط در ماه رمضان است، دیگر در روزهای دیگر وجود ندارد. خب لانها وردت فی حد حرمت رمضان، چون که میگن همین مسئله کفارت در شریعت وارد شده است در حد حرمت ماه رمضان، به خاطر احترام ماه رمضان. فلا یلحق به غیره، برای همین در غیر رمضان با ماه رمضان دیگر مسائل روزه ملحق نمیشن، یعنی که حکم این رمضان دیگر ندارن، چون که ماه رمضان یک خصوصیت خودش دارد. چون که گفتیم شریعت خودش ماه رمضان را معین میکند، برای همین به خاطر حرمت ماه رمضان کفارت وارد شده است که توی که به احترامی در ماه مبارک نشود، یعنی دیگر کی بفراد بخور کی بفراد بنوش این خیلی نشود، یعنی حدود خودش خداوند حدودی همین ماه مبارک گذاشته شده است که از همین حدود مسلمان باید که همین حد همین سرحد بیرون نشود. بیرون شد الکی جنایت کردگی، در این جنایتش باید چور کنه، جوابگو باشد، یعنی هم کفارت. اما در غیر رمضان چیزا وجود ندارد. طيب مسئله دیگر و من احتقن، خب مسائلی که از میورد در همه این صورت ها مثلا روزه میشکند. میگه کسی که احتقان کند، احتقان یعنی چی؟ و هو صب الدواء. طيب گفت که احتقان هو صب الدواء في الدبر، یعنی دارو ریختن در دبر، همون عقیب ده، یعنی در مخرج عقیب دوا میریزن، اون میگن احتقان. اگر کسی در همون عقیبش مثلا راه عقیب خب دارو ریخت، روزش میشکند. او استعاط و هو صب الدواء في الانف، یا که استعاط کرد، استعاط گفته استعاط یعنی ریختن دارو در بینی، در بینیش دارو ریخت، مثلا از بینی میرد که در حلق، روزش میشکند. او قطر في اذنيه دهنا، یا که در گوشش مثلا روغن چکونید، روغن، برای که این روغن روزه را میشکست است، خلاصه روزه میشکند در این حالت ها. بخلاف الماء، اما میگه آب اگر در گوش آب چکوند فلا یفتر، میگه نمیشکند. علی ما اختاره فی الهدایه، چون که در هدایه اختیار کرده از همین قول رو علامه مرغنانی و تبیین. خب و صححه فی المحیط، در محیط تصحیح کرده این قول رو. و قال فی الولاجیه والولاجیه، در والولاجیه ورده است که انه المختار، همین قول مختار است، یعنی که آب اگر در گوش آب چکن روزش نمیشکند. لكن فصل فی الخانیه، نگاه کن، میگه در خب کتاب خانیه مفصلا تفصیل آورده است مسئله، یعنی کمتر بگیم وسیعتر فهماندگی است که میگه بانه ان دخل لا یفسد، میگه به شرطی که اگر داخل شد خود آب در گوش روزه نمیشکند. وقتی مثلا اگر ما آبازی کنیم در گوش، مثلا در حوض دو که در اگم آبی جمع شده، اگر پردیم آبازی کردیم آب دارد روزه نمیشکند. لیکن میگه و این ادخله، خودش انداخت، یفسد فی صحیح، در قول صحیح میگه روزش میشکند. ادخله یعنی مثلا خودش در همون گوشش آب میاندازد، اون چخیلی گفتیم میچکوند،
برای همین از این قول معلوم شد که بعضی داروهایی که امروز هستند، داروی گوش مثلا سفید است، مثل آب است، میچکونن، روزه میشکسته است. برای چی؟ لانه وصل الى الجوف بفعله، چون که میگه همین آب گویا که همون دارو از راه گوش گویا که به همون شکمش، به همون فعل خودش رسیدگیه، یعنی به همون عمل خودش، برای هم روزش میشکسته. و مثله فی البزازیه، در کتاب فتاوی بزازیه هم مثل همین تفصیل اومدگی بوده است. و استظهره فی الفتح والبرهان، در فتح و در برهان ظاهرتر مسئله آوردگیان میگد. والحاصل، لیکن حاصل گپ که الاتفاق على الفطر بسبب الدهن، یعنی علما همش متفق هستند مذهب حنفی ده که اگر روغن چکانی در گوشش اتفاقا نزد همه روزه میشکند. و على دمه ای عدم الفطر بدخول الماء، اما اگر آب خودش داخل شد، خود به خود آب مثلا داخل نکرد، خودش داخل آب در گوش داخل شد، روزش نمیشکند. و اختلاف التصحیح فی ادخاله، اما اختلاف است در مسئله تصحیحی در ادخال کردن، یعنی داخل کردن آب. اما اگر انسان خودش آب گرفت در گوشش ریخت، اینجا گفتیم اختلاف است، بعضی ها گفتن میشکنن، بعضی گفتن نمیشکنن. اما قول همونی که مثلا در بالا گفت که در صحیح، یعنی در قول صحیح که اگر آب در گوش انداخت میشکند، همین قول را خب ترجیح دادن بعضی علما ها. طيب خب او داوا جائفه، اینجا در این مسائل هم روزه میشکنند. یکی میگه دعوا کرد یکم جائفه، جائفه از میفهمند چی است. جراحت او جراحت فی البطن، خب بلغت الجوف، این یک جراحتی که در شکمش وجود داره، در بدنش، یعنی که تو همون داخل شکمش رسیدگی است. خب در همون بدنش جراحتی است که در شکمش میرسد، مثلا هم جراحت از شکمش برآمدگی تو همون بیرون بگیم پوستش. اگر همین یکم دارو کرد، یکم چیز شکید، دارو شکید، و طریق همین جراحت همون دارو مزهش بگیم همون تاثیر دارو در شکمش داخل می شود، به همین سبب روزش میشکند. او امتن، خب اما گفته جراحتن فی الراس بلغت دماغ، جراحتی که در سر وجود دارد، این عامه میگن که در دماغ رسیده است. دماغ یک پرده ای است که بالای مغز سر وجود دارد، یعنی امین سر انسان، امین کلاش، یعنی سرش، خب امین سوغون سختی که ما داریم، تای همین سوغون باز یک پرده مخصوص بوده است که بعد همین پرده بعد دماغ است، بعد همون بگیم مغز سره، دماغ و مغز سر. خلاص همین پرده دا اگر از هم جراحت در سرش باشد، اگر از همین جراحت اگر جراحتش دارو کرد، همین دارو با سبب همین جراحت، با طریق جراحت در همون دماغش یکی در همون مغز سرش، در همون پرده بالای مغز سر میرسید است، به همین علت روزش میشکند. خب او آمتا بدواء فوصل الدواء الى جوفه، کی میگه دوا همون دارو رسید به جوف شکمش، فی الجائفه، در همون جائفه این هوی، روزش میشه. او دماغی فی الامت، یا که دماغش ده همون گفتیم مغز سرش در آمش گفتیم، یا آمه گفتیم همون جراحتی که در سرش هست، افطر عند ابی حنیفه، در همین صورت ها روزش میشکند نزد امام ابو حنیفه. یعنی اگر خب تکرار میکنم، جراحت در شکمش بود، جراحت دارو کرد رفت رسید، یا که جراحت در سرش بود، سرش دارو کرد رسید، روزش میشکند نزد امام ابو حنیفه. و قال لا یفطر، اما صاحبان شاگردا امام محمد، امام ابو یوسف میگه که روزش نمیشکند. برای چی؟ لعدم التيقن بالوصول، چون که میگه انسان اینجا متيقن نیست، یعنی باوری پرره نیست که همین دارو با هم داخل برسد یا نرسد، با همین علت میگه نمیشکند. شاگردا میگن هدایه. و قال فی التصحیح، در تصحیح آورده است که لا خلاف فی هذه المسألة على هذه العبارة، یعنی اینکه مثلا میگه در این عباره که یعنی اگر جراحت کند، عباره مقصد متن قدوری، اگر جراحت کرد مقصد دارو کرد، جراحت شای خود جراحت در شکم باشد یا که در سرش باشد، روزش میشکند. میگه در همین مسئله، در همین عباره که متن قدوری آورد، هیچ خلاف نیست بین علما ها، نزد مقصد نزد امام ابو حنیفه و ابو یوسف و امام محمد، نزد شاگردا همش ده یگم خلاف نیست. مقصد این که معناش این است که روزش اتفاقا روزش میشکند. مفهوم؟ لا خلاف فی هذه المسأله، مقصد اختلاف ندارن، یعنی که روزه میشکند. برای همین علی هذه العباره، عباره مثلا متن قدوری همون او داوا جائفه
او آمة بدواء فواصل الى جوفه او دماغه افطر، انا من عبارته روزش میشکند بدون خلاف. اما لو داوا بدواء، انا مثلا مسئله دیگر است، میگه اما اگر دارو کرد به یک دارویی که رطبین دارو تر است، اكو دارو خشک دنه اما دارو تر باشد، یعنی که انا مثل ما بعضی میگیم مزه ها هم چیزایی که داروی همون آبکی ولا متيقن بالوصول، نگی میگه یعنی متيقن نیست، یعنی میگم بواره پره ندارد که همون دارو میرسد در همون داخلش که همونجا که نمیرسد. فقال ابو حنیفه یفطر، اما ابو حنیفه گفتن که اینجا روزش میشکند و قال صاحبان گفتن که لا یفطر، روزه نمیشکند. مقصد اختلاف در داروی تر است. اگر داروی خشک باشد معلوم است که بال اتفاق روزه نزی همش میشکند، اما دارو تر باشد بازم امام ابو حنیفه میگه روزه میشکند، صاحبان گفتن روزه نمیشکند صاحبین. خب اگر همون دارو را دریافتیم در همون جا راحت کرد. خب و این اقتر فی احلیله، مسئله دیگر، اما اگر میگه خب دارو را چکن در احلیلش، احلیل گفته همون چی را میگن آلت مرده، همون بعضی بیماری هست که در همون آلت چه باز میکنن سر همون آلت همون دارو را میچکنن از سینی همون بگیم شکافش همون سوراخی اون میگن احلیل، همون دروازه آلت احلیل میگن. خلاص اگر میگه دارو را خب ما ان او دهنن یا آب مثلا داروی آبکی او دهنن یا دارویی که مثل روغن است، در همون احلیلش چکند، لم یفطر عند ابی حنیفه، نزد امام ابو حنیفه میگه روزش نمیشکند. و قال ابو یوسف یفطر، اما امام ابو یوسف میگه میشکند. انا که واضح بیان میکند اختلاف بین حضرتو که چرا میشکند چرا نمیشکند. قال فی الاختیار، در اختیار آورده است که هذا بناء على ان بینه و بین الجوف منفذا. خب این دلیل امام ابو یوسف است. امام ابو یوسف میگه که این مسئله میگه بنا بر مسئله است که بین همون احلیل یعنی همون آلت مرد و بین جوف بین شکم میگه منفذ. خب یعنی سوراخی بگیم سوراخی های بدن انسان میگن که در اونجا عادتا یه چیز داخل میشه یا خارج میشه، مثل دهان، بینی، خب راه عقیب، اینا رو منفذ میگن. خب از عقیب اخراج میبرد که آخر که از پیش. برای همین امام ابو یوسف میگه که بین احلیل و بین شکم منفذ وجود دارد، یعنی از همون منفذ انسان 4 جا است، آخر 5 جا بعضی ها میگن، و پیش و عقیب، راه پیش و راه عقیب، دهان، بینی، گوش، اینا میگن منفذ، یعنی راهایی که اونجا خب دخول است و خروج است در بدن انسان. برای همین امام ابو یوسف گفتن که بین احلیل و بین همون شکم منفذ وجودی دارد، با همین علت میگه روزش میشکند. والاصح انه ليس بينهم منفذ، که قول صحیح این است که بین احلیل بین شکم منفذ نیست، چون که از بین احلیل و بین شکم باز اونجا مثانه وجود دارد. مثانه همون جایی که مثلا در فارسی میگن خیچک، این همون جایی که در اونجا باز پیشاب انسان جمع میشود، این مرد پیشاب مرد جمع میشود. برای همین میگه همون قول صحیح همین است که بین احلیل و یعنی آلت مرد و بین شکم از یگون منفذ وجود ندارد، چون بین اینا مثانه است، این همون خیچک است. برای همین روزش نمیشکند نزد امام ابو حنیفه. قال فی التحفه، در تحفه ورد در تحفه الفقهاء و روى الحسن ان ابي حنیفه، حسن ابن زیاد از امام ابو حنیفه روایت کرده است که مثل قولهما، مثل همون قولی روی بینگویی که روزه میشکسته باشد و هو صحیح، قول صحیح است. لكن اعتمد الاول، لكن قول اول را قال امام ابو حنیفه را که روزه نمیشکند امام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي وهو الأولى. که این حضرت امام محبوبی و نصفی و صدر شریعت ابو فضل موصلی همین قول امام ابو حنیفه را اعتماد کردند و گفتن همین بهتر است، یعنی که روزه نمیشکند. برای چی؟ چون میگه لأن المصنف فی التقریب، چون که مصنف مراد یعنی امام قدری در کتاب تقریبش آورده است که یعنی حقق انه ظاهر روایت، تحقیق آورده است که همین قول امام ابو حنیفه که به سبب چکاندن دارو در احلیل یعنی در آلتش مرد روزه نمیشکند، فی مقابلت قول ابو یوسف وحده، در مقابله یعنی در مقابل قول امام یوسف همین قول خب امام قدری شیخ قدری آورده بوده است تنها. مقصد امام قدری یگون بحث دیگر نآورد، فقط همین مسئله ده
در بگیم مقابل قول امام ابو یوسف همین قول امام ابو حنیفه را آورده است که اینجا امام صاحب میگه که روزه نمیشکند. به همین علت قول صحیح و معتمد همین است که اگر مرد مبادا در همون حالتش دارو چکاند از همون سوراخی روزه نمیشکند. قول معتمد همین است. اما به نسبت زن، خب زن احلال ندارد که خب از زن دیگر است. خب قول صحیح بر همین است. خب اختلاف از نزد علما اگر مبادا زن دارو چکاند چی می شود؟ خب شیخ سرخسی در کتاب مشهورش کتاب مبسوط آورده است همین قول را که اگر مبادا زن دارو ماند یا که دارو چکاند یا که داخل کرد روزش بر قول صحیح میگن میشکند. زن روزش میشکند. بعضی علما گفتن نمیشکند. خب نگاه میکنن چگونه است لیکن امام سرخسی وقت در مبسوط آورده باشد معلوم است که امام سرخسی کتاب مبسوطش را از کتاب ظاهر روایت جمع کردگی، یعنی کتاب امام محمد. برای همین قول اون با قوی‌تر معتمدتر است، مقدمتر است. به همین علت اگر زن مبادا در ماه رمضان در همون حالتی پیش مثلا یکم چیز دارو را اگر ماند استفاده بر روزش میشکند. طيب این باب این مفسدات روزه هم به آخر رسید. ان شاء الله در این توقف میکنیم. و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.